سلام فرزندم، به چنل میم جیم خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو قصد داریم تئوری هایی از فیلم خاطر انگیز هری پاتر بگیم که از طرف هوادارها مطرح شده که شاید یکم براتون عجیب باشه. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. یکی از تئوری‌های جالبی که طرفدارا مطرحش کردن و خیلی هم با عقل جور در میاد اینه که جینی به هری معجون عشق میداده. جینی ویزلی از همون اولش علاقه شدیدی به هری داشت. هری هم هیچ وقت متوجه نشده بود که جینی چقدر بهش علاقه داره، تا اینکه توی هری پاتر و شاهزاده دورگه خودش رو غرق توی عشق نسبت به جینی پیدا میکنه. این رابطه عاشقانه اونقدر غیر منتظره شروع شد که خیلی از هوادارها اون رو طبیعی نمیدونن. میدونه سرا و یه تئوری مطرح کردن که میگه جینی از معجون عشق روی هری استفاده کرده. اگه دقت کنید برادران ویزلی توی مغازه خودشون معجون عشق میفروختن. چه ربطی داره؟ در نتیجه دستیابی به اون برای جینی آسون بوده. 2. توی فیلم هری پاتر و سنگ جادو صحنه‌ای رو می‌بینیم که خراش روی پیشانی هری میسوزه. مخاطب وقتی می‌بینه پروفسور اسنیپ به هری زل زده فکر می‌کنه که سوزش خراش هری به خاطر اسنیپه، اما بعدها می‌فهمیم که اسنیپ می‌خواسته به هری کمک کنه. ما می‌بینیم که کوئیرل کنار پروفسور اسنیپ نشسته و پشتش به هریه. عجیبه، اما در واقع دلیل سوزش اون زخم خیره شدن والدمورته، یعنی همون چهره‌ای که پشت سر کوئیرل و با دستار مخفی شده. چندش 3. سازنده های سریال هری پاتر یه اتاق استراحت مخفی برای دامبلدور ساخته بودن، اما هیچ وقت توی فیلم نشون داده نشد. در واقع این اتاق پشت اتاق کار دامبلدور هست. این بار به در پشت میز اتاق دامبلدور با دقت نگاه کنید. این اتاق توسط یک خبرنگار که برای یک تور واسه یه محل فیلم برداری هری پاتر رفته بود رونمایی شد و مشخص شد که سازنده ها برای این فیلم خیلی زحمت کشیدن. 4. توی تیتراژ پایانی فیلم هری پاتر و جامعاتش جمله عجیبی نوشتن: هیچ اژدهایی در مراحل ساخت این فیلم آسیب ندیده. کاراکتر اژدهان اولین بار توی فیلم هری پاتر و سنگ جادو به نمایش گذاشته شد. وقتی که کاراکتر هاگرید توی این فیلم صاحب بچه اژدهایی به اسم نوربرت بود، اما دیگه امکان نگهداری از اون رو نداشت. اما بعدها توی فیلم هری پاتر و جامعاتش کاراکتر اژدهایان بزرگسال وارد داستان فیلم شدن و توی مسابقات دوره 3 جادوگر از اونها استفاده شد. توی خیلی از فیلم‌ها دیدیم که توی تیتراژ پایانیش می‌نویسن در ساخت این فیلم هیچ حیوانی آسیب ندید. اما دستاندارکاران فیلم هری پاتر ظاهراً مایل بودن که مخاطبانشون بدونن طی ساخت این فیلم هیچ موجود افسانه‌ای هم صدمه ندیده. Oh my God! Wow! 5. وقتی توی آخر رمان‌های جی.کی. رولینگ رسید تا به عنوان زوج رسمی با همدیگه ازدواج کنن، خیلی از هوادارهای این رمان از اون استقبال کردن. با این حال گروهی هم بودن که تصور می‌کردن هرمیونی گرنجر و هری پاتر میتونن زوج خیلی جذابتری باشن، اما آرزوی اونها هیچ وقت رنگ و بوی واقعیت نگرفت. اگر از هواداران دنیای بزرگ هری پاتر باشید و کتاب‌های این مجموعه رو خونده باشید، خوب میدونید که از همون اولش هم رابطه خاصی بین هری و هرمیونی نبوده و این دوتا هیچ وقت نمیتونستن زوج خوبی برای همدیگه باشن. در مقابل ارتباط هرمیونی و ران به حدی جذاب شکل گرفت و ادامه پیدا کرد که تبدیل شدن اون به ازدواج واقعا جالب به نظر می رسید. 6. نویل جادوگر بدی نبود، بلکه فقط عصای اون اشتباهی بود. والدین نویل لانگباتم از شناخته شده ترین جادوگران بودن، اما مشخص نبود چرا نویل توی هاگوارتس ناموفق بود. بعضی از هوادارها تئوری‌هایی در این باره مطرح کردند که نویل جادوگر خوبی بود، اما عصای اشتباهی رو انتخاب کرده بود.
روش درست انتخاب عصا اینه که عصا جادوگر رو انتخاب کنه. اما نویل عصای پدرش رو انتخاب کرده بود. بعد از شکستن عصای پدرش یه عصا نویل رو انتخاب کرد و اگه یادتون باشه اون جادوگر بهتری شد. 7. هاگوارتس فقط در ذهن هری وجود داشته. دنیای هری پاتر خیلی تخیلی و پر از مکانها و موجودات عجیبیه که نمیتونیم هیچ توضیحی درباره اونها بدیم. همین موضوع باعث شده تا هوادارها تئوری خیالی بودن هاگوارتس رو مطرح کنن. عده‌ای معتقدن که هری توی یه مرکز روان درمانی بستریه و کل جریان مدرسه هاگوارتس در واقع داره توی ذهن هری میگذره. No, God! No, God, please, no! 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 8. یکی از موضوعات جانبی توی داستان هری پاتر اینه که جادوگرها وقت زیادی رو صرف پنهان کردن جادوی خودشون از دنیای مشنگ ها میکنن. بعضی از هوادارها برای توضیح این مسئله تئوری رو مطرح کردن. طبق این تئوری جالب توی قرون وسطا جنگ بزرگی بین جادوگرها و مشنگ ها اتفاق افتاده. جنگی که پیروز اون مشنگ ها بودن. آخر فیلم هری پاتر و جام آتش مشخص شد که وزارت جادو برای اینکه به کشور اژدها وارد کنه باید از نخست وزیر اجازه بگیره. یعنی برای کارهای مختلف باید از اون کسب تکلیف بکنه. اونجایی میتونیم به این تئوری بیشتر اعتماد کنیم که کلمه آوادا کدابرا شباهت خیلی زیادی به کلمه ابراکدابرا داره که متعلق به دنیای مشنگ ها هستش. شاید برخلاف چیزی که تصور میشه مشنگ ها توی این دنیا به جادوگرها برتری دارن و این به لطف جنگ قدیمیشون بوده. 9. هری و سیریوس رابطه خونی دارن. وقتی هری برای اولین بار پدر خوندش سیریوس بلک رو توی هری پاتر و زندانی آزکابان میبینه احساس میکنه که بالاخره کسی رو پیدا کرده که مثل یه خانواده به اون هم. هواداران اون رو جیمز پاتر پدر هری میدونه. پس اینطوری هری و سیریوس رابطه خونی پیدا میکنن. من پدر تو هستم. 10. توی یه قسمتی از هری پاتر که هری و رون دارن خرت و پرت و خوراکی های جادویی میخورن، یه قسمتی است که هری یه قورباغه شکلاتی رو باز میکنه اما نمیتونه نگهش داره و از دستش فرار میکنه. توی قسمت آخر هری پسردار میشه و اون میره پیش بچه های هرماینی و رون میشینه. یه قورباغه شکلاتی میاد میشینه روی پنجرش که یه عده میگه همونی بوده که پدرش نتونسته نگهش داره و برمیگرده. نظر شما آخر. اگه به این دست از مطالب علاقه دارید چنل میم جیم رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا اگه پست جدیدی منتشر کردیم خبردار بشید. به خدا میسپارمتون.